ба нашри нави барномаи хабариву таҳлилии ахбори озодӣ хуш омадед. Салом бинандагони азиз. Имрӯз сешанбеи 12 декабр аст. Дар 15 дақиқаи дигар тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи чанде аз гузоришҳои барнома. сокинони деҳоти назди марзии Тоҷикистон мегӯянд фазои мусбат дар музокирот бо Қирғизистон ба ҳаёти онҳо таъсир кардааст. وقتی که ما اصلا راه گذاشته میبینیم سلام میتیم اصلا خصوصا اوناش که همین کودکای بچهای مایده السلام علیکم گفته گذاشته برفتوسن. سوزان در تنی سربازی تاجیک از کجا پیدا شد؟ طبیبان وضع یک نوسکر را تحقیق میکنند. من با یادم نیست میگم. من دامو کلام نیست که من خودم کردم یا من کردم میگم. و با یک امر دادستانی کلاب باغ بحث برانگیزی از بین برده شد. صاحبان درختان کنده شده میخواهند با پرزیدنت شکایت برند. یگان چی نیست میگه رئیس شهر ما را فرمان دادگیه. رئیس شهر کجاست؟ پس از یک روزی اظهارات پرزیدنت قرقیزستان درباره تقریبا نهایی شدن حل مسئله سرحد با تاجیکستان، رهبران هیئت‌های دولتی دو کشور در بودکند گپ زدند. مقامات تاجیکستان گفتند ملاقات زیر رهبری سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف روز 12 دکبر در فضای دوستانه و همدیگر فهمی گذشت. گفته شد درباره تقویت کارها برای تعیین قطعه‌های باقی مانده سرحد سپارش‌های مشخص داده شده است، اما جزئیات معلوم نیست. دو کشور در 3 ماه اخیر دست کم 5 بار از مذاکرات خبر دادند. این روند به زندگانی ساکنان نزدی مرزی هم تأثیری مثبت کرده است. گزارش فرزان محمدی در این باره است. آرامی و آسودگی در منطقه های نزدی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مثل پیشینه حربیان و پلیس به نظر نمی رسند. این آرامی امید را به صلح استوار قوی تر کرده است. امیدواریم ما همین که تیج آرامی باشه نمیشه. همین صلح ثبات شود و فقط فصل بلند نمیشه به خدمت کرده ما به منظور ما باشه. چندی از همصحبتان رادیوی آزادی از دهه‌های سامانیان و خواجه اعلی میگویند که در پی مذاکرات پی در پی مقامات دو کشور معامله همسایه ها نیز گرمتر شده است. باز همین ساکنان هم ماشان وقتی که ما اصلا راه گذاشته میبینیم سلام میتیم اصلا خصوصا اوناش که همین کودکای بچهای مایده السلام علیکم گفته گذاشته برفتوسن. این برای ما یک چه میگن پیشروی. امید می‌داریم که همین با خوبی به تیزتر حل شود و همه خلق زندگیش با پیشینه باید دو دیگر تا تیجه آرومه که حل شود و مراسم کنند. باشندگان جماعت خستیورز ناحیه باوجان غفورов میگویند هر روز گوش به زنگند که از پیشرفت گفت و شنید نوید گیرند. به گفته آنها امیدوارند که کار هیئت‌های دو دولت زودتر به انجام رسد و مرزها باز گردند. زیرا از دوران بیماری همهگیری کووید تا حال تجارت نزدی مرزی از بین رفته وضع اقتصادی مردم بد شده است. خیلی اونجا برامو زمیناش کار میکردن خلقا نیازی زمین نیست وایکو بسکو برامو کار نمیتونه مالش میخرید خوشاب میفرومد همین خیلی این بازار ما میفروندن نه بازار ما خرید میکردن ما هم رفتم نه هواها سوزشواری مثال خیلی چیزهای میگفتیم. این امیدواری ساکنان مرزی هم در حالی است که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از سازش بنیادی و اصولی در حل مشکل سخن میگویند. نبود جزئیات تخمین‌های را به میان می‌آورد. من گمان دارم که از دعواها پیش از همه هر دو جانب دست کشیدن. هر دو جانب خیلی خوب درک نمودند که دعوا پیشنهاد کردن این یک کوچه بی‌سر و نوگ است. مرز بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان که تقریباً 300 کیلومترش تا حال تعیین و علامتگذاری نشده است، سالهاست که به تکرار شاهد نزاع میان ساکنان و نظامیان دو طرف می شود. مردم دو سوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهگار می کنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد، از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند.
آرامی‌ای که اکنون ادامه دارد نشان می‌دهد که نزاع‌ها ساخته و صنعی بودند و ساکنان مناطق مرزی تنها آرامی و امنیت را می‌خواهند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. از انجام مهلتی که برای دعوت به خدمت حربی پیش بینی شده است قریب نیم ماه گذشت، اما برخی از ساکنان ادعا دارند که هنوز هم جلب جوانان به ارتش ادامه دارد. یک کاربر رادیوی آزادی با فرستادن این عکس ادعا کرد که گویا نمایندگان مقامات مسافران جوان را از هواپیما در فرودگاه به ارتش بردند. مقامات این را شرح ندادند. وزارت دفاع آخر ماه اکتبر از 75% اجرای نقشه گزارش داده دیگر درباره پایان معرکه دعوت خبری نداده است. در همین حال در تن یک نوع عسکری تاجیک که با بد شدن وضع صحتی به بیمارخانه انتقال یافت طبیبان سوزن پیدا کردند. سرباز حالا در بیمارخانه روانی بوده است. چرا یا چطور سوزن به تن سرباز وارد کرده شده است؟ علیشیر ظریفی و امیر ایسایف موضوع را تحقیق کردند. سرباز اسلمجان امیربگ را در حال به بیمارستان قریه بالا رساندند که احوالش بعد از وارد کرده شدن یک سوزن کلان به بدن او وزنین شده است. تلاش‌های پزشکان او را نجات دادند. طبیبان بیمارخانه قریه بالا حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند، ولی آنها در صحبت‌های بدون ثبت تاکید نمودند که سرباز اسلمجان امیربگ را یک شنبه 3 دکبر به امین بینا یعنی به کورپس 4 قریه بالا آورده در اینجا بستری نمودند. طبیبان تاکید نمودند که بعد از آن که سوزن را از قسمت راست شکمی او گرفته وضع سلامتی او بهتر می شود او را جواب می دهند، اما خانواده این سرباز می گویند هنوز وضع سلامتی او بد است. خبرنگاران رادیوی آزادی در بیمارخانه عکس پای سوزن را در بدن سرباز دیدند و این را هم شنیدند که کوان سربازان اسلمجان را که همین تیرمو به ارتش پیوست مجبور کردند که به خود سوزن زند. یک منبع دیگر گفت کوان سربازان به این جوان سوزن را دادند که فرو برد، ولی بنا بر فرضیه دیگر خود او این کار را کرده است تا از خدمت آزاد گردد. خانواده سرباز در 25 کیلومتری مرکز دوشنبه در دره بیدای جماعت چهارباغ ناحیه ورزاب زندگی می‌کند. با گفته آنها وضع سلامتی جوان از قبل خوب نبود، باید به ارتش برده نمی‌شد. بچه من کسل بود، مزش نبود، ایکو جرق اعلان شده که بود سطرسه نماز بوده اومده فند فریب کرده بچه من بردن اول کلانیم نامده ای پامیر خدمت بردنش بعد خیل کردن گذراندنش. حالا اسلمجان در بیمارخانه بیماری‌های روانی ناحیه رودکی بستری است و به خبرنگاران رادیوی آزادی امکان نشد با خود او هم صحبت شوند. جواب شدن اینجا MVD هسپتال MVD اورانشه اونجا مقصد باید پسیخولوگ و یا میدیدن از نیافتن و یا با من که خیلی پسیخولوگ و مقصد سر پرش گفتم بینم با خوشو آزاده با خیلی گریستن وای کنن روخی بعد از پسیخبانستم لنز کردم مقصد بودن همیشه خوندیم. پدر و مادر سرباز تاکید نمودند که دقیق نمیداند به فرزندشان در قسم حربی چی رخ داده است. چیزی که آنها از زبان پسرشان شنیدند اصل قضیه را به آنها روشن نکرده است. هاوج چنگ آبشو که زدن و ایت کردن اوت کردن اکنون وای بختیام پسرم با خوشو با ماسک کنیم خیلی با هاوج گفتم با خیلی گفتم گوری روزگار گفتم قبیگو بچه با من دام نزدم برو مادم با بعدی وقت درو مادم گفت که من داده مقصد همین خودم کاریم نکردیم گفت من باید نیست همیگا مقصد دامو کلام نیست که من آیا خودم کردم یا من کردم میگه. پدر میخواهد پسرش را از ادامه خدمت در ارتش آزاد کنند، زیرا در عکس حال با توجه به وضع سلامتیش نگرانند که دست به خودکشی میزند. اسلمجان در قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خدمت میکرده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی این نهاد بر رادیوی آزادی ادعای با تاثیر کوان سربازان در بدن خود سوزن زدن اسلمجان را رد کرده گفت چون این عمل به واسطه از سوی خود سرباز انجام یافته است. وی تاکید نمود که چرا این سرباز دست به این کار زده است دیده می شود و افزود که در قسم حربی که او خدمت می کرده است حالت شکنجه سربازان رخ نداده است.
این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی شکایت میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که حین دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان نادیده گرفته می شود. کمیته تفتیشاتی روسیه ضد خبرنگاری رادیوی اروپایی آزاد رادیوی آزادی السو قرمشوه پرونده نوی جنایی باز کرده است. قرمشوه با اتهام عمل خلاف قانون اگنت خارجی در بازداشت است. خبرگزاری تتر اینفورم جمهوری تاتارستان و تلگرام کانال بازا 12 دکبر گزارش دادند که اکنون قرمشوه با نشر اخباری بدنام کننده نیروهای مسلح روسیه عیبدار می شود که در صورت اثبات جرم 10 سال زندان را مد نظر دارد. ماه نوامبر سال 2022 بخش تاتار باشقیری رادیوی آزادی بر پایه 40 مصاحبه‌اش با ساکنان ساحل رود والگا کتابی را نشر کرد که در آن مردم ضد تجاوز روسیه به خاک اوکراین صدا بلند کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه اصرار می‌ورزد که قرمشوه در پهن کردن این کتاب سهم داشت. اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. صاحبان ناراضی یک باغ در کولاب از آن شکایت دارند که امر دادستانی زحمت چندین ساله‌شان را در زمین برباد داد. با امر مقامات بیش از 100 درختی میوه‌دهنده باغ را که یک منبع درآمد چندین خانواده بود ریشه‌کن کردند. صاحبان حیران مانده درختان تصمیم دارند به پرزیدنت شکایت برند. چون و چرای موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. در این قطعه زمین خالی 2 قطار درختان سیب، زردالو و خرما شینانده بودند. یک هفته پیش 106 درخت با دستور دادستان شهری کولاب برچیده شد. دلیل این عمل بحث زمین بوده است. به گفته دادستان کولاب مالکان این درختان را پیش از این هشدار داده بودند. اما باغداران ادعا میکنند که هشدار را پس از برچیده شدن درختان دریافت کرده اند. من این هر درخت دادن که برای درختو تکنده. یگام چی نیست میگه رئیس شهر ما را فرمان دادگیه. رئیس شهر که جوده. چی به رئیس شهر فرمان میده و چی به خوجگی دهخونه را خچه اوگاه نمیکنه. اوگاه کردن در کار که برای درختی تر میکنه. بحث این زمین به سال 2016 برمیگردد. در سال 2011 حکومت کولاب زمین را به خوجگی دهقانی سعدی شیرازی داده است. اما خوجگی ماهی پروری بابا صاحب اعتراض میکند و میگوید که در دست قرار حکومت را از سال 2009 دارد. دادستان کولاب پس از بررسی شکایت خوجگی بابا صاحب امرنامه صادر کرده است. بر اثر این امر حکومت کولاب درختان چند ساله را کنده 80 سوتیق زمین را خالی کرده است. درختانی که 12 سال پرورش یافته‌اند پس از بحث‌های طولانی از بین رفتند. این درخت خوابیده درخت خشک نیست. همگی چند ماهی پیش میوه داشت و دهقانان میوه‌های این را گرفته به بازار برده بودند. اما در پی یک بحث این درختان کنده و چپه کرده شدند. حالا رستم رحمانوف صاحب درختان تلاش دارد آنها را به محل اصلیشان انتقال دهد. اما میگوید که توان کافی برای بردن درختان را ندارد. این درختان به نقل رستم رحمانوف نان چند خانواده را تامین میکرد. امیر دلیت با حساب پرکرور و پرکرور خرش و کلشکاز استای 80 سوتیق باید بکنن بگیرن اینجا. به پرسشیمو به پرپیستیمو. اکنون درختانی که بریده شده اند برقرار نمیشوند. صاحبان درختان قصد دارند شکایتی را به پرزیدنت ارائه کنند و از آسیبی که به باغشان رسانیده شده است جبران طلب کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب. و از 1 ینور امسال نرخ استفاده قوه برق در تاجیکستان 16% بالا برده می شود. در این باره یک مسئول شبکه‌های تقسیمات نیروی برق به آزیا پلیوس خبر داده است. بنا به اطلاع مقامات بر اساس قرار حکومت تاجیکستان که 29 نوامبر تصویب شده است، اهالی از ماه دیگر برای هر کیلووات ساعت نیروی برق قریب 31 درم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت برای هر کیلووات تقریباً 27 درم پرداخت می شد. برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.